شرکت برق تاجیک صبح امروز با نشر یک مراجعتنامه از مردم معذرت خواست و گفت از فردا ساکنان تاجیکستان پوره با برق تامین خواهند شد. مدت زیادتر از یک ماه ما با سبب کارهای نظارتی تعمیری پروفیلاکتیکی نتونستیم که مردم پوره با برق تامین نماییم. ولی این لیمیت نبود. این در بعض منطقه ها زینه و زینه خاموش کردن برق بود و ما دیدیم که این چیخی سر و صداها را بلند کرد. حتی با ما را تحقیر هم شنیدیم. کمبود برق دوام بیش از یک ماه گذشته ساکنان را نگران کرده بود. روز شبگی ما از بالا هستیم، از قشلاق هستیم، ما خواهی برق نباشد پیشگاه داریم در خونه علاب میکنیم. از تاریکی ما اذیت میکشیم، از خنوکی نه. در سکسی ها از خنوکی عذاب میکشند. مسئولین شرکت برق تاجیک برخی از نظرها درباره مشکل کمبود برق در تاجیکستان را رد کرده، گفتند آنها برق را به پاکستان و افغانستان نفروخته بودند و به ازبکستان هم از معیار زیاد آب نداده بودند. حتی گفتند که ما گویا که برق به افغانستان و پاکستان میفروشیم. ما آب در وقتش به ازبکستان فروخته ایم که امروز آب نداریم، که اینا کلاً به اساسن. با اون خاطر که من اثبات میکنم ما هنوز 2 سپتامبر سال 2020 آبانبار را به نقطه 910 متر از آب پر کرده بودیم و از این زیاد در آبانبار نورق آب نمی‌گنجد و ما از 4 تا 19 سپتامبر حتی آب بدون اگریگاتور سر دادیم، یعنی خلاص‌های براس میگن. به سوال اینکه در فصل زمستان ساکنان تاجیکستان دیگر باره به کمبود برق دچار نمیشوند، پاسخ گفتند هنوز بر وقت است. هرچند مسئولین شرکت برق تاجیک وعده دادند که نظام انرژتیکی کشور برای تا فصل بهار تامین کردن مردم با نیروی برق آماده است. مولا رجب یوسفی، امرالدین عالموف، آزادی دوشنبه.